شدن؟ نمیفهمم، حتما یک چیز پایین افتیده. دروازه پشت سر باز است. آقا شما رو میگم دروازه پشت سر باز است. با شما میگم آقا. متوسط کن. چی میکنی آقا؟ میخواستی فرار کنی ها؟ دروازه از داخل هم باز میشه. بله باز میشه. آدم بیکار. احمقا چرا اجازه دادن؟ چرا اجازه دادن از اینجا بره؟ برم جواب بده احمق. رئیس ما از رفتنش هیچ خبر نشده. بچم تو ما اجازه ندادم، هیچ کس از اینجا رفتن نمیتونه. درست است رئیس، درست است. آرام باش، فشارت بالاتر میره. عصبانی نشو. اوسو باشه، احمقان با گپ ما گوش نکرد. وقتی که رسید سرش بریده، دور بندازه. درست است، تشویش نکن. کاکا جان، این چه قسم مهمان نوازی است؟ کل جانم غار غار شد. ناق فشارتان بالا بردی. دانه تا باسکو بیادر بایی چی کنه؟ خب معلوم است دیگه، این خود سوال کردن نداره. مهمانی خلاص شد، اجازه بتن که ما دیگه برم. بیشتر از دیگه مزاحمتان نمیشم. خدا قسمت کنه که این خوبیایتان جبران کنم. ببینید یادم منحوس از اینجا ببرن، ایره ببرن تا که گم شوه. دیگه نمیخوایم چهره منحوس ایره ببینم. بچم بیبی باره دیگه تو را اینجا نبینم. اگه پیش اثر ببینم باز رو چشمایتم میکشم. باز نگویی که نگفتین. خاطر جمع باشه. با این مهمان نوازی که شما کردین اگه کلاه من دیگه ای طرفا بفته پشتش نمیایم. قول میتم دیگه پشت اصلم دق نمیشم. خودتان باش. آرام باش. دوباره فشارت بالا میره. باش یک گولی برات بتم. لازم نیست بچه. یک برو اصل احمقه پیدا کنم باز. گشتاشه توتا که در پیش سگا مندازم. باز خودیدین این کار چطور انجام میتون. از ترس تمثیل میکنی نه؟ تشویش نکن. حال زنده است اما اگه شوهرت بچه من نیارد تو را از بین میبرم. باز خود دیدی یک روز به خانوادتان زنده نمیمانم. اگه تمام میشن دانه دانه از بین نبرم نام مثل نباشه. تو شاید فکر میکنی من دیوانه هستم و از این خانم چی میخوایم ها؟ طرف چهره معصومش نبی. مار زهری است. زهر پاش داده و فرار میکنه. بعد از او گریه میکنه به خاطر که فریبن بده. مردم فکر میکنن بسیار معصوم است، اما من ای را بسیار خوب میشناسم. او مرا خوب میشناسه. همه تو نیست فریده؟ اگه شوهرت بچه من نیاره تو را زنده نمیمانم. این گپا فراموش نکن. فهمیدی نه؟
اوه در دستایت برکت گنگه جان. بچه بسیار خوب مساج میتی. از کجا یاد گرفتی؟ ابراهیم خانم سلامت موهاشم همراهشم. تو چی میگی بچه؟ به خدا راست میگم. او بچه پایین شده گاه. او کی است احمق؟ او را سواش پیدا کرده رحیم. حالا دیگه او طرف برام. اینجا چی جریان داره؟ این خانومت چرا آوردی؟ این خود مادر یاسین است. ببینه این خانومت یک اتاق ببرن بچه ها. تو کجا میری؟ تو باید برم حساب بتین. درد خودم برم کافی. اگه عقل داری ازم دور باش. اگه دور نباشم واتشم مر از بین میبری ها؟ از بین میبرم. کس قانع میشم و کشته خواهد شد. تا که بچه ما پیدا نکنیم نمیتونم ما را باشم. از وقتی که بالا شدی سر پای ششتی سر چوکی بیشی بیادر. تو از حال ما چی خبر داری؟ شوکی خود سر پای استاد نیستم. تکلیف دارم تکلیف. اوی وی وی موتر استاد که رسیدم. اوی وی 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 اوی اوی حالا با اونا چی بگویم ها؟ آقا کمال سیداد چی گپ از خیرتی است؟ نپرسین هیچ خبرهای خوب ندارم. خیرت باشه چی شده؟ افضل خانم فریده را اختطاف کرده. تا بچهش پیدا نکنه او را رها نمیکنه. بچه اصل گم شده؟ خبی با فریده چی ارتباط داره؟ به خانم فریده مربوط نمیشه، با شریف ارتباط داره آقا کمال. شریف بچه اصل اختطاف کرده. چی؟ خدایا راستی شریف از این موضوع خبر داره ها؟ نه خیر. خوب است. این خودشم است. بگی جوسه بوناش. من نمینوشم. گفتم میره بوناش بگی. عجله کن. زود باش دیگه. گفتم بوناش. حالا دیگه عجله کن بوناش. گوش کن او کاربانی را بگی غذای او خانم برش بده. لازم دستایش باز نکن تو غذایش برش بده.
خانم در اتاق پایین است. کلیدم سر دیوار است. عجله کن. میفهمی قهرمان؟ یگانه خواست من گرفتن او از پرورشگاه بود. با زودی میتونستم بگیرمش، اما راستش بالای تو. باور کردم قهرمان، فکر کردم به ما و بچیم کمک میکنی، اما اجازه ندادن. خوشی من دیده نتونستن، با هم بچه از دست دادم و هم چی؟ و هم عشق بودم. ما درست شنیدم؟ هیچ کس نمیتونه که مانع ما شوه. به خاطر یک قطره اشک تو ما تمام دنیا را آتش میزنم، تمام دنیا را. من از تو چیز خواسته نمیتونم. تو نخواهی من میخوایم، بالای من اعتماد کن. گنگا سواش بچه را جمع کن، یک کار بسیار مهم داره، عجله کنه. تو آدم احمق هستی؟ هیچ کس برام ضرر رسانده نمیتونه. باید پیش فریده برم، حتما خسته شدم. تو کی هستی؟ تو اصلا هستی؟ تو اصلا هستی نه؟ جواب بده. بابا نه، تو کی هستی؟ آخه تو از من چی میخوایی؟ با نظرتان اینجا را خودم زخمی کردیم؟ با نظر ما از بین بردش، با خاطر نجات خانمش راست نمیگه. بچه من از بین بردی ها؟ یا بزن بچه من چی شد؟ جواب بده. آتا بیرون شو. میخوایی چی کنی؟ گفتم بیرون شو. شما آمد اینجا گم شوه، زود باشه. بیبی جانه، با هم با تنهایی گپ میزنیم و توافق میکنیم. آفرین، زود آماده کردی. حالا باید کلیده بگیرم. طرف ما ببین، یا قهوه با ما آماده کن. حالا دیگه زود باش. تو بالای بیادرم زیاد اعتماد داری، اما به نظر ما از روش خود استفاده کنی خوبتر است. برو زهره که برم گفته بودی را بیار. بفرمایید.
درست است. بیبی ما آرام شدم. حال تو هم آرام شد تا که درست گپ بزنه و این موضوع بین ما حل شوه. قهوه بنوش. بعد از او به گپای ما ادامه میده. قهوه زهر نداره. اگر بخوایم تو را بکشم با مرمی میکشمه. قهرمان میادن. من شما زنگه. قطع کو بچه. قطع کو. فعلا وقت گپ زدن نیست. خب ما کجا بودیم؟ میشه بریم بگویی؟ هرچی که میفهمیدم براتان گفتم. وقت فرار میکرد از پشت سر دیدمش. یعنی کسی از کسی کار فایده میبرد، اما ای که کی از نمیفهمم. چی شده؟ دستشوی کجاست؟ میخوایم دست روی ما بشوی. دستشوی برش نشان بده. همراه ما بیاین. شوهرت نمیخواد معامله کنه. خانم فریدا میفهمه که همراهش مذاق نمیکنه. یعنی خیرالدین نآورده؟ نه خیرالدین نآورده. سعی به این معنی که تو برش مهم نیست. پس با ما چرا مهم باشی ها؟ او را برم بسی. تو همراهی من چی میکنی؟ حالا میفهمی فرید. الهی کن. این کارا نکن. کافی دیگه. یک قدر گفتم اما قدر بسر. تو چی کردی؟ خدا حافظ فریده. ببینم بعد از مرگت کی برات گریه خواهد کرد. حاله بدون فهمیدن بیادرم به شریف خبر برسان که اگر خیرالدین نیاره باز میفهمه که خانم سابقش در چی بلا گرفتار میشه. تو تشویش نکن.
بله. نه خیر، در وظیفه هستم، بیرون شدن نمیتونم. وضعیت بسیار اضطراریه. اینجا چی است؟ فریده را چه قسم نجات بده. خلاص شدیم. یک دقیقه. بیبی گونگا، برو بیبی که کجا شد؟ بعد از شوی رفت یا که حمام میکنه؟ با خدا که ذخیره مرا خالی کرد. برو بیبی که کجا شد؟ عجله کن. او احمق فرام کرد. فریده با تو چی کردم؟ تو را نجات میدم. چی شده؟ او آدم فرار کرد. کجا بخیر صبر کنین، از جایتان شور نخورین. احساس شمین حسن، تا حال تو گپ زدی قهرمان. اجازه بده بعد از این من گپ بزنم. اگر قهرمان اجازه بده میخوایم شما را از بین ببرم. شریف، در زندگی خود یک کار درست انجام بده و خیرودی نبیار. هر قدر که زودتر بیاری و فایده تان است. با گذشت هر ساعت با فریده زهر میتم. اگر زود بیاریش فایده میکنی و اگر ناوقت کنی جسدشو میبری. شریف، برو بچه‌شو بیار. میایم فریده، تو را نجات میدم. ایره داخل ببرین. بیبی حسن، برم بگو که در گوشه او چی گفتی؟ گفتم اگه خیرودین نیاره خانمش. خوب است. چقدر دیر کرد پسی کجا رفت ها؟ آمد. تو اینجا چی میکنی؟ خودت خو میفهمی ما رفیق نیمران نیستم. کم بود فریده را نجات بده. یکی از داخل به ما کمک کرد. راست میگی کی؟ من نمیفهمم. اول به ما یک یاد داشته، بعد از او از زیر دروازه دست و یک کلیدن داد. کدام دام نباشه؟ اگر می بود مرا میکشته. خب چیز فهمیدی یا نه؟ اصل هر ساعت به فریده زهر میده. به هر قیمتی که میشه باید دو طفل پیدا کنه. اگر نه
پیداش میکنیم، تشویش نکن. شما چه قسم آدم هستین؟ با خدا که مرا دیوانم میسازین انسانای احمق. چقدر احمق هستین؟ او کلید از کجا پیدا کرد؟ کی برش کلید داد؟ کسی نداد رئیس، حتما خودش کلید گرفته. دانتا بستک و احمق. یکی داخل خودم میشه و آزادانه گشت و گذار میکنه. دگش میایه خانم خدا آزادانه بیرون کده و میخوای نجاتش بده. شما به خاطر چی اینجا هستین؟ برم جواب بتین. وظیفه شما چی است احمقا؟ همراه او آدم کی رفت؟ بیادر ما رفتم. راست میگی جانم تو بودی؟ آه شیر بچه ما. جزای آدم خائن مرگ است. آقا شریف؟ زندگی فریده در خطر است. به کمکت ضرورت دارم. بچه من از بین بردم. شریف بیشرف، بیشرف. گیره کی اینجا آوردن؟ یکی شما برش کمک بکن. اگه او را پیدا کنم زنده نمیمانمش. دیشب که نگهبان بود احمقا. نبودم بیادر. از بین ببرینش. بیادر نکن. چی میشه بیادر؟ خواهش میکنم گناه منه. رئیس اگه غلط درک نکنیم میخوایم یک چیز برات بگویم. بگو احمق بگو. اکرم صبح نزدیک اتاق خانم اصل بود. زیادی طرف و طرف میرفت. تو میخوایی چی بگویی؟ لالا پلیس آمدن. انسان پست پیش پلیس رفته. ما فریده را پنهان میکنم. تو پلیس را مسئول بدم.
خیرت است آقایان. اینجا را کاروانسرای فکر کردن که به اجازه داخل میشن؟ به اجازه داخل نمیشیم آقای قهرمان. این بار اجازه بررسی داره. اما شاید لازم نشه. خانم فریده کجاست؟ چون زحمت کشیدین مجوز بازرسی گرفته. به خاطر که زحمتتون حیف نشه با فرمان شما خودتون پیداش کنه. امیر تمام اتاقا را بررسی کنید. ساختمان‌های بیرون را بررسی کنید. درست است آمد. گوشکا چی میگم؟ اگه پلیسا از تو چیز پرسان کردن از چیز خبر نداری، فهمیدی؟ فهمیدی یا نه؟ آفرین. این دروازه قفل است. کلید این دروازه کجاست؟ پیش من. داخل کسی نیست. عمر صاحب خانم فریده رو پیدا کردیم. 2 منزل بالا. هر جایی که میریم یک مشکل پیش میآید. دکتر معاینه کرد اما چیزی نگفت. یک بار بیبی مادر زیاد سرخ شده به خاطر که زیاد سوزش میکنه. توبه توبه. بچیم اینجا را چی شده؟ زخمم نشده لیکن میکروبی شده. آقا شریف نتایجتان مشخص شد. خب چی شده؟ در خونتان زهر گشتان پیدا شده. خانم فریده بفرمایین آقا عزیز. شما باید همراه ما بین. اما چرا؟ آقا شریف گزارش دادم که اصل شما را به زور اینجا آورده خانم فریده. ها این قصه نیست آقا عزیز. شما به گپای شریف باور نکنید. خانم فریده شما چی میگین؟ شریف یک اشتباه کرد. من به خاطر جبرانی او اشتباه آمدیم. وقتی خیر و دینه بیاره باز ما از اینجا میرم. مطمئن باشین آقا عزیز. شنیدین نه؟ ببینین خانم فریده اگر شما را تهدید کردن میتونین با ما بگوین. آقا عزیز کسی مرا تهدید نکرده باور کنین. لطفاً از اینجا برید. خواهش میکنم. لطفاً برید. حالا دیگه میریم. بچم در خانه زنبور به سنگ میزنی ولی از خدا نتیجه کار مشخص نیست. کی شلیک کرده زهر از کی است مشخص نمیشه. این کار ناممکن است. بیشتر از این مادرت پریشان نساز شریف.
بیشتر از این مشکل زیاد نساز بچیم. شریف بیبی بچیم، تو باید کمی به مادرتم احترام بانی و به گپایش خوب گوش بدی بچیم. اگه نشانی او طفله میفهمی بگو. مادر اگه میفهمیدم میگفتم فریده را اونجا نمیمانم. خدا میفهمد چی وضعیت است. بازرس عزیز است. فریده را بیرون کردیم. متاسفانه نه آقا شریف. اونجا نبودم و تو نیست دیر شده بود. نه خیر، داخل تشریف داشتم. حتی به من چیزی نگفت. پس چرا نامده؟ خودش خواسته باشه. چی؟ گفت شریف یک اشتباه کرده و ما به خاطر جبران اشتباهی او آمدیم. تا شما خیرالدین نیارین او همونجا می باشه. یعنی دست و پای من کاملا بسته شد آقا شریف. آفرین فریده، موفقانه بازرس عزیز رخصت کردی، اما شوهر هنوز بچه من نآورده. لباسای خونپارش پیش اتاق مانده. و می خاطر و تو یک مدال و یک جزا میداد. نصف زهر. چطور است؟ خوشت آمد؟ به خاطر بچه خود درد میکشه و تو راحت ششتی قهرمان. تا چه وقت صبر میکنی بیادر؟ سلاحایتان بگیره. هرچی دارین همراهتان بگیره. میخواین چی کنن؟ حمله میکنه احمق. به خونشان حمله میکنه. تمامشان نابود میسازم. تمامشان. بله من. چرا متعجب شدی؟ من همیشه این دستم. هر لحظه تو را تماشا میکنم. فریده بیچاره تو را فریب داد. میفهمی کی؟ شریف. تو اینجا چی میکنی؟ فراموش کردی خانم، ما یک نفر هستیم. اصل افسون اصل. شریف تو آمدی؟ مرا از اینجا نجات بده لطفا. ناخ منتظر نباش فریده نمیایی. نمیایی به خاطر که او مرا دوست داره. میخوای از تو نجات پیدا کنه. از این خاطر بچه را نابود. همگی میخواین تو از بین بری فریده. نه خیر. کمک کنید. نه خیر. این کارو نکنید. لطفاً کمک کنید. یک نفر مرا کمک کنه. باساس دیگه دانتا بسته کن. من برات نشان خواد دادم زنی احمد. مرا از اینجا بیرون کنه. ما ایزان از بین میبرم. پیش من نیا. گفتم پیش من نیا. احمق نگفتم خاموش باش. کمک کنه. دانتا بسته کن زنی احمد. خاموش باش اگه نی از بین میبرم. لطفاً کمک کنه. خواهش میکنم مرا کمک کن. لطفاً. گفتم خاموش باش.
دروغ میگی. تو اصلا هستی میفهمم. عجله کن مادر، فرصت نداریم، باید هرچی زودتر تو را نجات بتم. الهیم کن. افسون؟ مادر من بریم. نه خیر. نه خیر. عجله کن مادر. مامرایتم مادر عجله کن. الهیم کن. مادر من تو را بیرون میکنم. گوش کنی پشت سرت سعی نکنی، درسته؟ فرار کن مادر، خواهش میکنم فرار کن. آمینه مادر. مادر الهی کن. این دوای خون است، فقط با خون حل میشه اقرب. نه خیر، به نظر من این کار افسون احمق است. او تمام این کارها را به تنهایی میتونه انجام بده. این یک راز است، رازی که فقط ما و تو میفهمیم. مثلا مقصره تمام این کارها تو هستی اصل جان. میفهمم هدفتون مشکل خلق کردن بین ما و قهرمان است، اما ناق زحمت نکش، به خاطره که امکان نداره. کسایی که به دام من میسن به سادگی نجات پیدا نمیکنن. کاملا مثل تو، پس به جای تلاش نکن. فریده نیست؟ فرار میکنه. فرار کن مادر، عجله کن، فرار کن. برو مادر. نگاه چی میکنه؟ احساس شو. الهی کنه. الهی کنه. لیزان چه قسم تا اینجا آمده؟ این چه قسم فرار کرده ها؟ کسی پیشش نبود؟ قهرمان یک نفر پشت دروازه مانده بود. لعنت. چی شده خانم اصل؟ ناقصه رو مشک کرده بودی. حالا فهمیدی که به من هیچ ارتباط نداره؟ نوستان توسط. باید این مصیبت و همه پیش ما بیاریم. باید همراش گفت بزنم. الهی کنه. مادر شما داخل بود. مادر سرتا پایین کن. حالا دیگه مادر سرتا بلند نکن. آرام باش مادر. مادر بچه بره مادر. باز کن دروازه رو بچه. حالا زود باش باز کن. باز کن بچه. دروازه رو باز کن شریف. شریف آرام باشین مادر. حالا زود باش بچه. دروازه رو باز کن. اینا از ما چی میخواین بچه؟ طرف کلکی نرو درسته. متاسف هستم نمیشه تو اینجا بیای و من با شما را نادیده برم. آرام باش مادر نداره. نه خیر بهتر خانم نریمان. اگه بچه طفلتا شام نیاره تو را از بین میبره.
طفل از پیشش گرفتن. اگه می بود می آوردم. ما دیگه مشکل نمیخوایم. خسته شدم از مشکل. لطفاً پشت ما را اعلام کنین. از ما چی میخواین؟ شریف جان بهتر است که با مادرت دل بسوزانی. او را پریشان نساز، گناه داره. تو پریشان هستی، خانومت پریشان است، مادرتون پریشان است، من پریشان هستم. فعلا نگونه قربانی شما. آمنه میخوایم همین لحظه این موضوع را بسته کنه. اگه او طفل تاشون بر نگرده ما زندگی تا دوام احساسم. واضح برات گفتم که با فامی دیگه مربوط خودت میشه. مادر آفرین. حالا ببینم کی به فریده کمک میکنه. اگه به دست تو می بود تمام افراد دانه دانه از بین می بردیم. بیبی حالا میتونیم خواهی پیدا کنیم. به زودی او را مشناسیم. بس که دیگه در تمام عمرت یک کار درست انجام دادی. اما یک کار بزرگ بود. خدایا من چی کنم؟ مادر من چه قسم نجات بتون؟ خدایا اونا چی میخواستن؟ دخترم به من یک گلاس آب بیار. حالا سر ما زیاد فیر کردن. حتما کار خیر کرده بوده که از این بلا نجات یافتیم. هیچی مصیبت است که بالای ما آمده میره. من از این وضعیت کاملا خسته شدم. شریف چرا می قسم ششتی یک کاری که دیگه؟ فریده دست پای ما قرد کرده. همراه بازرس عزیز از اونجا نامده. ما چی کده میکنم؟ بلی از خدا او چرا دیوانگی میکنه؟ چرا ای کار کرد؟ چرا فریده قدر بیعقل است؟ گپش بیبی شوهر ما جبران میکنه. خدا میفهمه حتما تهدیدش کردن. شاید مجبورش کردن. اما نمیفهمم. اما چیزی را نمیفهمم. بیبی وضعیت ما بیبی اتخ شده. پشت بازرس عزیز میری همیال بچین. میگی از ترس وارد خانه خود شدن نمیتونه. شما چرا قسم طرفم تگ داریم؟ همه از دانم بیرون شدم. من هدفی نداشتم. نه کدام گفه نیست خانم نریمان. بزو به یک گپایتان عادت کردیم. شریف مادرت برای اولین بار راست میگه و حوضه رفته همراه بازرس عزیز گپ بزن. او بهتر از ما و شما میفهمه که چی کنه. میرم آخه حالا ما چی بگویم؟ تا شام برم وقت دادم. تا 2 ساعت چه قسم میتونم طفل پیدا کنم. اصل جان میفهمی که به اونجا چی وضعیت بود؟ هر طرف دود خاک که از کس دیگر دیده نمیتونست. این طرف و طرف پشت سر پیش رویه تمام جای تیر باران کردم. خانه را سراخ کردم. اصل جان بسیار ترسیده بودن، بسیار زیاد. کم بود که تک کنن. بیبی اینجا نوشته میکنن او طفل میآید. او طفل حتما میآید. شما چی کردین برام بگوین؟ چیزی نیست. با نفرهای تو مصروف بودیم. چی شده؟ یکشان مریض شده بود، از بین رفت. کم بود فریده فرار کنه و مشکل دستگیرش کنی. اونا درست میشن، فقط کمی صبر داشته باشین تا که همراهشان گپ بزنن. خود ما یک راه حل پیدا کنیم. دوربین نصب کنیم. هر کسی که باشه بالاخره افشا خواهد شد. وای تو چه قسم شیطان هستی. دوربین نصب کردین. آفرین به تو اصل. میگم آفرینت. نظر کس دیگه بود اما ینگیم زنده باشد.
ینگ دسته که قنده. کاش که به گپم گوش داده و امنیت بره. شام شد اما کاری از دست ما ساخته نیست. او آدم ولی از خدا بیا بیشی. قدم زده سر من به درد آوردی. بیا بیشی دیگه. تو اگه به جای من میبودی حتی رام رفتن نمیتونستی. شیشتن خود سر جایش بان. ها اما میفهمم بسیار درد شدید داره. همسایه مام همه تو شده بود. طرف ما بیبی یک گل 1000 خار داره. او آب کاسوس که است. به صحتت بسیار فایده داره محترم. نه نامش نگی که هرچی میکشم از دست عمو میکشم. hayırdır? پدرت خانه است دختره؟ خانه است. بفرمایین کاکا جوان مرد. خدایا تو بدست بگیم ایران بگیم. سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایین بشینین آقا جوان مرد. آقا جوان مرد که از صاحب دکان هستن. تو چرا؟ دکان مرا دی ما 3 روز بسته کده بودی برم گفتم میتونی؟ بله یک چند روز گرفتار بودم آقا جوان مرد. به همین خاطر نتونستم دکان باز کنم. بازم خیر باشه دیگه. امروز پیش احمد رفته بودم تو دی ما 2 کیلو چای کم گرفته بودی قنده. چطور یعنی؟ آقا کمال کارای تو کاملا ناجوان مرد. بفرمایید. من یادم میشناسم. در شفاخانه دیدم که چاکلیت ها را مثل گداها جمع میکرد. درست شناختی. یادم ما خوب میشناسم. از گشنگی زیاد 2 هفته فقط 1 بار نان میخوره. فقط 1 بار. به یه اندازم آدم های کنجس پیدا میشن. دازم شاید کمتر شوه آقا کمال. هوشیار بودن کلان نعمت است. همونطور قرار بود بچه ما بیارم. قرار بود زنگ بزنم. اما تا حالا هیچ خبری نیست. خلاص شد دیگه. من میرم و خانم از بین میبرم. بعد از اون جسدش پیش خانه شریف میبرم. صبر کن جانم صبر کن. امکان داره که او راست گفته باشه. ها؟ نفهمیدم. تو این گپ میزنی؟
بیبی اسد با سر قسم میخورم که تهدیدش کردم. در روز روشن سلا را بیرون کرده سرش فایل کردم. او آدم کنیست، سنگ نیست. اینقدر به مسئولیت بوده نمیتونه. آدم اینقدر ظلم و اینقدر آزاره تحمل کرده نمیتونه. حتما قبول میکنه و طفلا میاره. معلوم میشه که درای غلط هسته. یعنی تو میخوایی چی بگویی؟ یعنی شریف بیگناه؟ اصل تو احمق هستی. بیادرم خبر نداره، اما تو میفهمی که شریف چقدر از تو نفرت داره. تو چطور میتونی قبول کنی که شریف بیگناه است؟ ما اشتباه کردیم. از اول کار ما اشتباه بود. از این خاطری کار زیاد طول کشید. باید او را راحت میماندیم، تعقیبش میکردیم. باید آزاد میبود. باز فهمیده میشد که طفل پیش او است یا نه. نمیفهمم. بعد از این میتونیم تعقیبش کنیم. کدام نقشه بهتره داری؟ به نظر من پلان تو را عملی میکنیم. تو میخوایی که افراد ما تعقیبش کنه؟ بلیاز خدا بیادر، افراد تو آشپزخانه را به مشکل پیدا میکنن. پس کی تعقیبش کنه؟ اگه زندگی ینگی دوست داشتنیم در خطر می بود به فکرش نمی بودم، مطمئن باش. اما او طفل کوچک و معصوم است. این قسم راحت بودن نمیتونم. ما او را پیدا میکنم. من میرم بیادر.